شما که عباس قرمی را خوب میشناسید، اگرچه ناسالم است ولی ستاره شبکه یوتیوب در دعا کردن و دشنامهای فحش است. حالا ممبری ایشان غریب به طور سری فرزندو تا بیو داون سیاگون کسانی کلونوین پیدا نکنی مرده تایی با گلو بیورسی بیورن خدا بکشل حولوی تکی خداوان ای وطن بی وطن است کنه صدقه اون فرزندوت کنه صدقه اون زنوت کنه صدقه اون دو دسته خونت کنه به امونی به تفیق من و جام زنوت میبدم دلا و دهانت توف میکردم ای خونه یا برا و یا بنده نوبت و چسبید میکردم نکسر افسوس بچه‌ام چکو کنم خداوند کریم ساق سلامت بیورد تو دیگه همین تاجیکستان دیگه سنوی روسیه را نبینی پروردگار رنگی من همین دعا به تی بگاری بسم الله. من دشنامهای فحش او را به دلیل اخلاقی قطع کردم. بعضی مردان فاسق و خدا بیخبر در گرد او جمع می شوند و از او دعا می طلبند که برای فلانی دعا بکن. او هم دست برداشته دعا می کند و در بین دعا دشنامهای فحش می کند. وقتی به هنگام دعا دشنام فحش می کند همه با آواز بلند می خندند و از این کار لذت می برند، ولی آنها نمی فهمند که این کارشان مسخره کردن دین و شریعت است که انسان از دایره اسلام خارج می شود و حکم به کفر کرده می شود. این مرد ناسالم است و او را فهمیده می شود، ولی شما هم ناسالم هستید. عقل و فراست شما همین است. من پیامی دارم برای چنین نفرانی که انسانهای ناسالم را مسخره کرده نوار برداری می کنند و از این کارشان لذت می برند. نمی ترسند که مبادا خداوند چنین فرزند ناسالم را برایشان عطا فرماید که تا آخر عمر داغ فرزند را ببینند. برای خندیدن و خنداندن دیگران به این گناه بزرگ دست میزنند که حتی بعض وقت از ایمان خارج شده کافر میشوند ولی خودشان هم آگاه نمیشوند. واقعا این نهایت بیعقلی و پستی و فرومایگی است که در عوض از دست دادن ایمان دیگران را بخندانید. العیاذ بالله. از الله مقتدر بترسید و بیش از این الله متعال را به غضب نآورید. من کسی را حکم به کفر نمی کنم، ولی بنابر فتواهای تمام فقها انسانی که دین و شریعت را مسخره می کند، مثلا به نکاح، دعا، نماز، اذان، حجاب و غیره مسخره می کند و یا چنین صحنه های مسخره کنی را تماشا کرده می خندد و لذت می برد، از دایره اسلام خارج می شود، یعنی کافر می شود، زنش طلاق می شود و اگر توبه نکرده بمیرد به غسل و جنازه در گورستان غیر دینان دفن کرده می شود. العیاذ بالله. کسانی که لایک مانده چنین نواره ها را پهن می کنند، آنها هم در آن گناه آنها شریک هستند. خداوند در آیت 66 سوره توبه با الفاظ واضح و روشن کسانی را که به دین و شریعت مسخره کردند و گفتند که ما فقط شوخی کردیم، کافر و از دایره اسلام خارج اعلان کرد. پس به هنگام دعا دشنام فحش کردن این مرد ناسالم برایتان خیلی پسند است که میخندید و نوار برداری کرده در شبکه ها پهن میکنید. از الله نمی ترسید؟